سلام خدمت مشتریان عزیز. کارگاه هیدروصنعت ایران به آدرس نجف آباد، پلیسای نجف آباد، نبش خیابان تیر، کنار رستوران آزاد یا اتحادیه سنگبریا. تولید کننده چرخ‌های جک بالت. تفاوت چرخ بالت هایی که چرخ‌های جک بالتی که ما تولید می‌کنیم یا قطعات تفلونی یا چرخ‌هایی که در اندازه‌های مختلف ما تولید می‌کنیم با قطعات درجه چینی یا قطعات تو بازار اختلافشون رو خواستم برای مشتریان بذارم که توجه کنید. اینا چرخ‌های خارجیه به ما چرخ‌های درجه 1 فروخته میشه. این چرخ‌ها چند تا مشکل دارن. بعد 7 ماه 8 ماه یا گاهی بعد از استفاده 5 دقیقه این لایه رو کنده میشه و باز میشه و همین شدنی میمونه که رو کف زمین میغلطه و باعث آسیب کف سالم میشه، هم چسبندگیش به زمین زیاده. اما چرخ‌هایی که ما تولید میکنیم در دون ایرانی، چرخ‌های نوع جنس‌های ایرانی و جنس‌های خارجی آلمانی. تفاوت چرخ‌های ایرانی اینه که برای تحمل 1.5 تن خیلی چرخ‌های خوبیه، بار 1.5 تن، و نسبت به چرخ‌هایی که الان تو بازار هست قیمت کمتری داره و هم راندمان بیشتری. یکی از مشکلاتی که این چرخ‌ها هست میخوام اشاره کنم اینه که حتی اگر این روکش هم کنده نشه، وقتی که این روی کف سالن قرار میگیره و تحت فشار قرار میگیره، حالت پهن شدگی اینجا ایجاد میشه و کف سالن پهن میشه و میچسبه. اما چرخایی که ما تولید میکنیم به همین شکل و سایزی که هستن وجود دارند و کف سالن وقتی واسه جابجایی چک بالت ها هم نیروی کمتر و هم نیروی انسانی کمتر احتیاجه، یعنی واسه یه جک بالت گاهی 2 نفر یا 3 نفر احتیاجه، ولی این چرخ‌هایی که ما تولید می‌کنیم راندمان نیروش اینجاست که احتیاج به نهایتاً 2 نفر یا حتی 1 نفر برای 1 تن بار میتونه راحت در کف سالن حرکتشون بده. این چرخ‌های بزرگ هم همین خاصیت‌ها دارن. اینا میبینید چرخ‌های تو بازاریه، ولی این چرخ‌های خودمون، چرخ‌هایی که ما تولید می‌کنیم، اینا کره است، اینا آلمانی. چرخ‌های کوچیکمون توجه کنید شکستگی نداره، یعنی تو کف سالن اصلا به این راحتی که بشکنه یا مثلا همون فشاری که میاد و حالت خواب این پلیورتان روی این است، روی این ایجاد نمیشه. تو کف سالن خیلی راحت حرکت میکنه، اصلا میدوه. یعنی شما میتونید اگر روزی با این چرخ‌ها 10 تا جک بالت جابجا میکنید، 10 بار جابجا میکنید، با این میشه 2 الی 3 برابر. یعنی راندمان زمان، راندمان نیرو، راندمان هزینه، راندمان تعمیرات، یعنی در همه چرخ‌ها اصلا این مشکل پیش میاد. این چرخ‌هایی که پیش میاد این برای شما حل میکنه. اینا هم جنس‌های توپوری هستن، یعنی اصلا داخلشون چیز نشده، خالی نشده، احتمال شکستنشون اصلا صفره. تا 5 تن تا 10 تن بارم میتونه تحمل کنه خیلی راحت، دو عددشون. با تشکر. این هم کارتای کارگاهمونه، پشت رو میذارم، کارگاه هیدروصنعت ایران. انشالله که مشتریان عزیز از خدمات ما راضی باشن. اسم پیج اینستاگراممون هم کارگاه هیدروصنعت ایران سرچ کنید براتون بالا میاد. با تشکر از شما.